سلام هموطنان عزیز. پیش از همه خداوند قادر یکتای خوب همتا را شکرانه میگم برای تمامی نعمتهاش. اما بعد امروز میخوام چند دقیقه در اطراف بزرگترین، بهترین و عالیترین مکان که این مسجد است، خانه خدای، چند دقیقه صحبت داشته باشم. و اولا مثال میارم از سخن خداوند تعالی که برای ما و شما میگه در سوره توبه آیت 18: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد الله من آمن بالله و الیوم الاخر. پروردگار میگه که کسایی که به خدا و روز قیامت باور دارن همونها مسجد میسازن، تعمیر میکنن، بنا میسازن، یعنی برای خداوند و برای خانه خداوند و برای عبادت خودشون. نفرایی که به خدا و به روز آخرت ایمان دارن و نماز میخونن، زکات میتن. این آیت است، این سخن خداوند، این سخن بنده نیست. و پیش از این آیت هم خداوند اول مثال میاره مشرکا، نفرایی که ایمان ندارن، یعنی کافرا. و میگه حق ندارن مسجد بسازن، زیرا و ایمان به خدا ندارن. اما بعد از او برای ما و شما بنده های خدا و نفرایی که به خدا به روز قیامت و به فرستاده هاش، به جهنم و بهشت باور داریم، مثال میاره که مسجد شما بنا میکنه که شما به خدا باور دارین، به روز قیامت هم باور دارین. شرایطی که فعلا قرار داریم همه ما و شما در هر جای هستیم، در هر منطقه هستیم، یک شرایطی بسیار حساس و خطرناکه. برای همه ما و شما معلوم شد که از 19 نوامبر سال 2019 از همسایه کشور ما و شما یک بیماری جدید، یک بیماری خطرناک با وجود آمد، پیدا شد و در تمام جهان تا امروز هزارها نفر انسان ها را از این دنیا، یعنی رشته عمرشان میکنه و به آخرت میفرسته. بیماری کووید 19 یا کرونا ویروس. و اینجا هم باید یک نقطه بسیار مهم ذکر کنیم، یاد کنیم، برای شما گوشزد کنیم، اگرچه تکراریه. تمام کشورها قریب بعد از این بیماری که به دنیا پهن شد، کشورهای از آن جمله ابرقدرتمندها که تا حاضر بسیار قربانی دادستند، سری وقت اعلان کردن که ما داریم و چاره هاش پیشگیری کردن. یعنی تا جای تونستن کرانتین اعلان کردن، یا یکی بعضی جشن ها و چاره‌بینی ها، یا که بعضی کارخانه های بزرگ موقتا یا منع کردن، یا یکی یگان روشی به تنظیم در آوردن، یگان روش جدیدتر پیشنهاد کردن. اما تاجیکستان ما و شما میدونین که تا 3 اپریل شما تصور کنید که دکبر، ینور، فوریه، مارت، اپریل 5 ماه میگفت در تاجیکستان کرونا ویروس نیست. کشوری که با ما و شما همسایه های، همسرحد های، مرزش با مرز ما و شما های، خطای چین، در تاجیکستان نبوده است کرونا ویروس، اما در افریقا، امریکا، اروپا، روسیه در این طرف هم بوده است. یعنی کرونا ویروس مانندی که به هواپیما میرفته دیگر کشورها، تاجیکستان نمی اومده. حالا که اگر مثال بیاریم، در خانه یک همسایه ما و شما علاو بزنن، خانه را علاو بزنن که آتش بگیره، هیچ نه دودش یا که بویش میگیم همونش به خانه ما و شما میاد. اینا میدونین نه؟ انا که ببینید از چین به تاجیکستان نمی اومده 5-6 مدت، بعد 5 ماه بعد یکی داخل میشیده. از کجا داخل میشیده اون با برای ما نگفتن، تا حاضر نگفتن که همین کرونا ویروس در تاجیکستان اومده. بالاخره فشار سازمان های بین المللی بود، سازمان تندرستی جهانی بود، مخالفان بود که رحمانوف مجبور کردن که گفت در تاجیکستان ویروس اومد 3 اپریل. اما نگفتن که از کجا اومد، نگفتن از کجا اومد، به خاطری که 22 مارت مرزهای تاجیکستان بسته شد. اگر آزادتر خوبتر بگین، آشکارتر، ازبکستان دروازه‌ش مرزش به تاجیکستان بست، قرقیزستان هم بست. برای که اول ازبکستان بعد قرقیزستان اینا پیش از تاجیکستان گفتن که ویروس در ما وجود داره.
اونها دروازه‌شون رو بر تاجیکستان بستن. روسیه هم همچنین شرکت‌های هواپیماییش به تاجیکستان بست. خلاصه بسیاری کشورها به تاجیکستان راههای هواییش بستن و مرزهای زمینیش هم بستن. اما در وقتی که همه بسته بود، از کجا ویروس پیدا شد در تاجیکستان؟ و 3 اپریل هم نگفتن که یعنی یا امام علی یا یک سروزیرش یا که وزیر تندرستی که ویروس اومد، یعنی خودشون گزارش میدادن. یک بیچاره برنده را گفتن که همجا یک اعلان که ما ویروس داریم، تمام با ما. خب الان نگاه کنین دوستانی عزیز، مسجدها این خانه خداوندن و این برای عبادتن، برای بنده های خداوند که عبادت میکنن. روزی 4 مارت، همین 4 مارت سال روان، مسجدها را یک بار بستن. یک بار مسجدها را بستن. این هم در حالی بود که تمام بازارها دا مردم دویده کرده رفتن روغن، آرد، دیگر چیزا را خریدن که карантин میشود، همه بسته میشود، دیگر ما گشنگیده میمیریم. شورای علما در حال اعلان کرد که مسجدها بسته شوند، این هم برای بیماری کرونا ویروس، گویا که ویروس در داخل مسجد باشه. حالا که تمام طبیبا تا حاضر فقط یکی از سبب‌های پیشگیری ویروس چی میگن؟ تازگی شستن دست‌ها در یک روز چند مرتبه. تصور کنین یک نفر مسجد میروه، فرق ندارد 18 ساله باشه، 20 ساله، 30 ساله، 50 ساله باشه، مسجد میروه. به نیت چی میروه؟ به نیت نماز خواندن. و میدونیم که کسی که طهارت نداشته باشه نماز نمیخونه و درست هم نمیشه نمازش. به طهارت نماز درست نمیشه. مسجد در آمدن با پای به طهارت میدروی. اون کسا دیدن که مسجد تماشا برو. خب یگان همو حکومتی برای گپ زدن هوایی اگر نروند، دیگر هر نفر که مسجد میروه پای به طهارت و به نیت نماز خواندن میروه. مسجدها را بستن. حالا اینکه در یک مسجدهای ما شما چی جمعه خونیش باشه چی جمعه، ما 5 وقتش مثال بیارم. خب جمعه کمی زیادتر میروه نفرا، مردم ملت، اما 5 وقته دا ما باور دارم که این چیز ما خودم تجربه کردیم، دیدگیم با چشمم. در نماز بامداد در مسجد 5 وقته 8 9 نفر زیاد نمیبینی. در نمازهای بامداد. در نمازهای پیشین شاید یگان 15 20 نفر باشه. نماز اصل شاید 20 نفر باشه. نماز شام کمی زیادتر 30 نفر 35 نفر میره. در نماز 5 وقته نماز خفتندن با یا 20 یا 25 نفر. شما ببینید 20 یا 25 نفر برای این همه قدر نفرها او را با میگم که برای یک مهلتی 5 دقیقه یا شاید 10 دقیقه با هم 10 دقیقه من کردن بهانه گفتن که کرونا ویروس های برای احتیاط. خب اینا بگذار گپی شورای علما را باور کنیم. مسجدها بسته شدن، اما در مقابل مسجدها ما دیدیم که مکتبها بسته نشدن. در سیمخانه چند نفره؟ تو 30-40 نفره در سیمخانه ساعتاش خطی میشینن. جشنها و معرکه هاشون بسته نشید. دیدین این چی معنی داره کارشون؟ ایرا میگن دشمنی به خدا، دشمنی به الله. به خدا دشمنی کرده نمیتونن، به بنده ها دشمنی کرده میتونن. یا سخنی امیر رحمانوف میمونم یک بار گوش کنین چی میگه. روزی 7 مارت 4 مارت مسجدها را محکم کردن. 7 مارت ببینین که این چی میگه. در بین قریب یک 2-3 هزار زن هست. و امروز بینید حتی خانه خدا را رفتن حاجی را بستن. برای چی؟ برای نگاه داشتن سلامتی مردمشان. اکثریت مکتب‌ها را چهارمین‌های بین المللی را خط کردن. برای چی؟ برای امنیت سلامتی شهروندانشان. خب نگاه کنین روزی 7 مارت همین گپا میگه. در بین قریب 2-3 هزار زنک دیگر دیدگی هست نه. یگان تاش نقاب نداره. نم نقاب یکو مسکن نداره. همین بیماری کرونا ویروس
اولا با زبان میگذاشته دهان یکم سیرایتش این با دهان دختران زنان چی یوش چی پیر همش اینا میخله اینجا پایانش نیست کرتوشون هم خریه اینجا ایزور کنه دورن چی میگنش اینا خیلی کرتوشون تو اینا اینجای پوشونه همینجا شتگیو با او هم دعوای مسلمانی هم میکنن شاید با خشی ما و شما هم باشن بعضی ها را مادرشون شاید باشن خواهرشون باشن همین زنو در تاجیکستان در نزد رحمانوف هم شما ببینید چی گفته استای چی گفته استای شما فهمیدین گپ هم ریاد برگم مونمش شما گوش کنید خوب چی میگه میگه دیوانه و امروز بینید حتی خانه خدا را رفتن حاجی را بستن برای چی؟ برای نگاه داشتن سلامتی مردمشان اکثریت مکتب‌ها را چهارمین‌های بین المللی را خط کردن برای چی؟ برای امنیت سلامتی شهروندانشان خب این گپی را اگر باور کنیم بگیم خب بسیار گپش مهم تاثیر کرد گپی بسیار بمانی گپی بسیار منطقی هم خونه خدا را میگم محکم کن خودش در بین زنکا گپ زیسته شما میفهمین که همین بیماری بو میگن که از جای جوس شدن یعنی جنس چی میگنش جوس نباشی زیچ نباشی نزدیک نباشی باید مسافه باشه که بیماری میگذره یک دیمش مسکن ندارن نقاب ندارن سر لیچ خیلی سر لیچ یک طرف دستای استین کالتا پاهای لیچ بیزور یک جا ششتگیان این دیوانه خیسته ایجا با او 1000 کیلومتر چند قدر میشه با عربستان ایوجا گبزسته برای چی میگم من خونه مسجد الحرام خونه خدا را بستم برای چی برای امنیت مردمشون سلامتی ملتشون حتی میگه که بعضی کشورها چورابینی های بزرگ مکتبا را تعطیل کردن برای چی برای سلامتی امنیت ملتشون امی چیزا را خودش نمیکنه اینا گپ شبینین ای کجا نقطه میزنه نول میزنه نه که خودش در پیش خودش هم میکنه تو از اینا مکتبا شده نه بزرگها را ببینید پیامبر ما و شما نگاه کنید بزرگترین شخص در دنیا اول دنیا تا آخرت بزرگترین شخص حبیب خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم میگه که بهترین مکان‌ها در روی زمین در نزد خداوند همین مسجدها است بدترین مکان بدترین فسادترین بزرگترین شرترین مکان بزرگای میگه در نزد خداوند بازار ما شما ببینید کشودگی هم این همین کاروان سخاوت سلطانی کبیر و دیگر جلجم با چند بازاریگه داریم همه این کشودگی هم کرونوی رو در مسجد میذارم ما 8 نفر 10 نفر نماز میخونه هزارها نفر در بزرگ صدها نفر میگو بود اگر با دانشگاه ها را بگن در یک چیشون سیمخونه شون تا 40-50 نفر میشینن نه در اونجا نمیگذره بین خب در پهلوی یکدیگر میشینن چهارم مرد مسجدها را با قرار شورای علما مکرم پشیک محکم کردن 2 هفته بعد رو میزنن تازه میکنن با میکشوینشون 2 هفته بعد یا که آخرای مرد بد کشودنشون با دوباره 17 اپریل دا با بستنشون حتی ما یاد دارم که 22 مرد رحمانوف 3 روز رفت در او خوجان ولایت سوغده جشن نوروز گرفت بعد یو جشن اصل کارتوشکا نان گرفت در ولایت سوغد شما ببینید چند هزار نفر در اونجا بود در اونجا ویروس نگفت ایمی گپش یک مونه گذشته بود که خونه خدا را بستن برای امنیت سلامتی ملتشون در بین چندین هزار نفر رفت کنسرت داد رقص بازی کرد در اونجا نگفت که خونه خدا را بستن به ما با نمی گفت که تسایی که دیگر کشورها چورابینی های مهم مکتبا را بستن میگن خودش چورابینی های مهم شا نبست انتخابات پارلمانی گذشت نبسته شه نگفت که برای امنیت سلامتی مردم جشن نوروز گرفتن نگفتن که برای امنیت سلامتی مردم انا مسجد میشه در حال خدا دای چون میزنه سلامتی ملت مردم دای چون میزنه 17 اپریل دوباره با بستن شد مسجدها تا امروز شده نیستن مسجدهای 5 وقته اما تا امروز بازارها مکتبها جشناشو نگرفته سن رقص بازی که در پیشواز رحمانوف میگیرن چند نفر اشتراک میکنن در مسجد چند نفره در پیشواز رحمانوف چند نفره
دیدگی هستی نه؟ ای هواپیماش میخوام ای ده طرف بیا خوش آمدی بیا ما تو را نگاه داشتیم در آرزوی دیدن تو ما مردگیم. دخترها میگن یا خیلی زنکا هم هستن میگن. در مسجد چند نفره؟ در پیشوازا سفرهای رحمانوف چند نفره؟ به نقاب گویا که رحمانوف خودش چیه؟ واکسین ویروس های یگان تاش نقاب نداره. در سفرهای رحمانوف در پهلوی رحمانوف اونها جکی های که وزیر داخله اونها نقاب نداره در پهلوش های. نقاب این چیزی بسیار مهمه. قانون برآوردن خودشون نمی رحمانوف نمی ملعون امضا کرد. قانون برآوردن امضا کرد 10 ایول دکی به نقابی جریمه می شود. کسی که به نقاب ای 90 سومون تا 60 سومون. شما ببینید در سفرهای رحمانوف به نقاب گویا که وجود نداره کرونا ویروس یا که خیلی قانون برای به نقابی وجود نداره. خب نگاه کنید یک معاونی داملا عبدالرؤوف معاونی امی سعی مکرم مفتی تاجیکستان 2011 بود یا 13 گفته بود که برای هر یک شهر در خطبه جمعه شد در خطبه نماز جمعه گفت که برای هر یک شهروند تاجیکستان امروز قرض مهمه که اولی کاری میکنه در رکعت نماز در حق جناب عالی بخونه. یک نفری که بگیم 2013 یا 11 بود در یادم نیست سالش همین بین 1-2 سال بود در مسجد. یعنی همون مسجدهای ما و شما یک عبادت خانه نیستند بگیم که دعوت خانه به طرف سفید کردن رحمانوف. عبیدالله حرامی 2017 وظیفه رفت. 2016 در مسجد چی گفت؟ در یاد دارین؟ گفت که تمام مسجدها را با کامراها نصب کنین، کامرا بچسبونین و بغیر از او گفت که این در برنو مبارزه بر ضد فرهنگ بیگانه میبرن این کفایه نیست. ای مسجدها شما ملاها تاکید کنین که نفرای مسجد میان برای خونه‌شون را بگن که ای فرهنگ بیگانه دست بکشن. یعنی همون فرهنگ بیگانه برای همون سطر حجابه کو. یاد داشته باشین در مسجد یکی از نماینده کمیته دین تنظیم عنعنه و جشن مراسم ها به نام خالبازار شریف یا خالدان شریف بود. چخیل حقارت کرده در مسجد، چخیل حقارت کرده. ای ویروس داو بدتره، هیچ نگفتن، نه وظیفه گرفتنش نه جزاش دادن. ایرا میگن تحقیر بدین، کینه و عداوت دشمنی بدین. و همون سرقانونشون یک چی دارن که یک سطر یا یک پونکت دارن که بعضی همین نفرای هستن که در داخل ترمه و زندانان انمی استاتیا خطی میبرن میشنوننشون که کینه و عداوت دشمنی بدین. این ای خالبازار را نبردن بشنونن. اونا مصف رحیم مصف اونا مرد رفت ولی عذابی سخت هم میکشه انشالله. چی گفته بود؟ گفت ای مسجد رفتن هیچی فایده نمیگیرن. شما ببینین یارا چند سال پیش گفته بودن او چنین ویروس نبود، یعنی دشمنی ایها سالهای پیش سرشتگی بود. 2011 قانون برآمده بود که قانون والدین در تعلیم و تربیه فرزندان. در همین قانون دوامش ده بود که تا 18 ساله رفتن به مسجد منه. و توی معرکه‌ای که در درون مسجد کردن رقص بازی کردن اوش یک طرف. اینای عنایت زاده اینای 12 سال زندانش کردن. اینای خچم در اسفرت چی گفته بود؟ گفت بسیار جوانان میرن گفت در مسجدها فکراشون علیش میکنن، با تروریسم و با افراطگرایی میگن مبادلشون میکنن. این همی عنایت زاده گفته بود. اونا رئیس نایه فیض آباد چی گفته بود؟ ای نماز جمعه من که مردم ای نماز جمعه. این ای احمق زاده چی گفته بود؟ رئیس ولایت سوخت گفت که اگر هر مسجدی که 5 وقته 50 متر بینشون فاصله باشه یک تشه بگیرین بینای تیبی کنین. گفت ما کمک میکنیم شما دا.
یاد دارین یا چیکار کرده بودن، چی ها گفته بودن؟ اونا طرف کلوب ده یک مسجد با تالار سقوبوزی علیش کردن، ایواز کردن، تبدیل کردن. تالار سقوبوزی بیلیارد مسجد چندین تای دیگه شد یا بخچه کودکو کردن یا که یگان زنکی که خانه نداره فرزند زیاد داره گرفتن با او دادنش. مسجد با میگن که مردم بینو کاگیای، ولی هم مسجدی کلانترین بینو دارن توزی را سوز نشید 12 سال شد، 12 سال یا قریب 12 سال میشه، 2008 یا 9 تعریف میگن که با 100 میلیون دلار 70 میلیون دلارش گویا قطر باشه، 30 میلیون دلارش تاجیکستان، که تاجیکستان 1 میلیون دلار نمیته، یا حتی 100 دلار نمیته. هیچ باور ندارم که تاجیکستان برای ساختن مسجد سوم بده. مسجد را میبنده، مسجد را محکم میکنه، بوی میخسته مسجد میساخته و ما را. یا اون مسجد 5 وقته را 4,500 مسجد بسته میدونی نه؟ یا 2,500 4,500 مسجد داشتیم، 2,500 شد، 2,500 مسجد بسته گیر، 2,500 5 وقته را جمع خونی جا دیاد ندارم که بسته باشه. الحال حاضر همشه بسته گیم. با میگم که برای چی میگن؟ بیماری کرونا ویروس. حاضر هم شده نیستن مسجد. اما جشن هاشون، معرکه هاشون، سفرهای رحمانوف ده نه کرونا ویروس نه هیچ. و مردم هم اگر چی خیلی بسیاری دیگر میفهمین که بله برای کرونا ویروس مسجد بستن اشکال نداره یا که بگیم اجازت های، اما در مقابلی باید ما بگیم که تمامی چراهایی که مردم سرجم میکنه، یعنی که با بیماری گرفتار میکنه او هم باید بندن و در اینجا باید کرانتین میکردن. تاجیکستان ببینه در یک هفته یا یک نفر یا 2 نفر میگن که ای کرونا ویروس مرد، تمام دیگه گویا هیچ که نمیبره، هیچ که بیمار نمیشه. حالا که شما میدونین شنویده است این خبرها رو میبینین که در همین شب روز در آسیا چند نفر میبره در یک شبانه روز، در ایران چند نفر میبره. ببینین ایرانی که به ما شما نزدیکه 300-350 نفر در یک شب میبره. در ترکیه چی؟ تا 200 نفر مرده سه شبش ده. در دیگر دولت آمریکا ده. چقدر در تاجیکستان گویا یگان نفر نمیمرده. حالا اینکه میدونین بیمارخانه و اون شرایطی که و دارن آدمی ساز در بیمارخانه میبره، ساز ایکو میره میبینه علاقه دیگه تلخش میکفه، یا که بعضیش هم دکترها چون هم تجربه ندارن میکشن دیده اینا بعد خطای راه میتن میبره بیمار. خلاصه سخنی ما درباره مسجدهای خانه خدا همه وقت باید که خانه خدا باشه، همه وقت باید خانه خدا باشه. در اونجا یگان چیز بینو کردن درست نیست، یگان چیز، نه داروخانه، نه بیمارخانه، نه ملیسه خانه، نه طربخانه، نه قهوه خانه، نه باغچه کودکان، نه خانه کمپیر و پیران سالن، اونجا درست نیست. هر قطعه که برای خدا وقف میشه تا قیامت او باید خانه خدا باشه. و این مسجد رو هم شما میسازین باید شما نمونین که او را به یگان نفر بتن یا که به یگان کارخانه و به یگان چیزی تبدیل بتن، یا ای ترسی ما و شما ای بیچاره‌ای ضعیفی ما و شما استفاده میبرن. این حالتی اومد که رحمان بسیار خرسان کرده مسجد محکم میکنه میگه ویروس های این بسیار برای رحمان قلعه اومد، شانس زور اومد. خودش هم خیلی بهانه میگفت که یگان حالتی شد که مسجد بسته شد. همون سوره بقره است که آیت 114 که استعیذ بالله میگه که و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و سعی فی خرابها. خداوند میگه که بزرگترین کیست؟ بزرگترین ظالم از نفری که مسجدها را محکم میکنه در حالی که در اونجا یاد خدا میشه و در خراب کردن چپه کردنش کوشش میکنه. یاد دارین که در ناحیه یوانی یک جماعتش به نام دهنه مسجد خراب کرده بودن، چپه کرده بودن.
در قرغان تپه مرکز ختلانده یک مسجد از سال 2013 بود یا 14 چپه کردن که در اونجا تا 300 نفر نماز میخوند. چپش کردن برای چی؟ یک کودکی 10 ساله یا 12 ساله مسجد رفته که اونجا ممکن نیست. گفتیم که قانون 2011 برآمد تا 18 ساله رو باید مسجد نروند. محکم کردن مسجد. امام خطیبش در مسکو در مهاجرته. شما ببینید کشوری که دعوای اسلامی میکنه ایامو رحمانوف تو نو رحمانوفکو همش چون مسلمان میتروشن، اما بیشتر زیادتر قوهشون فکرشون وقتشون در مبارزه علیه اسلام میبرن. مبارزه علیه اسلام. دیگه دشمنان را چی بگوی چی نگوی کمه، اما مردم شما کوشش کنین. اولا هر یک نفر باید خودش احتیاط کنه که به هر بیماری به هر کاری بد دست نزنه. دوم هم در مسئله مسجد ها هر یک تایما شما وظیفه داریم، حق داریم که هر وقتی که بیماری بین بروه خودمون بریم در مسجد را باز کنیم، خودمون نماز بخونیم. نه اینکه انتظار بشیم منتظر بشیم که کی شورای علما میگه که شما برین در مسجد نماز بخونین، بعد او مسجد درشون بکشوه، بعد ما بریم نماز بخونیم. برای همین مسجد ها را همه وقت ما باید احترامشون به جا بیاریم. مسجد خونه هیچ کشیده نمیتونه، مسجد هیچ که حق نداره بستنش ده و ما باید اجازت ندیم. ما و شما مسلمانیم، باید هم خیلی مسلمانی ایراستی مسلمانی واقعی بمونیم. ما میگم که منتظری ملاها شورای علما حکومت نباشیم که یا میکشوین یا که میگن که برین نماز بخونین یا که شما در گجا نماز بخونین، خیلی نماز بخونین بعد ما سر کنیم. نماز همه وقت باید بخونیم، همه وقت بخونیم. بله نماز در خانه هم درسته، در بیرون هم، در کارخانه هم، در بیمارخانه هم نماز درسته، اما مسجد مخصوص جایی که نماز باید اونجا بخونید، زیرا خانه خدای. حکمش با میگم که بالاتر ای بیمارخانه، ای بازارها، ای کارخانه ها بالاتره. در نزد خداوند گفتم پیامبر میگه بهترین مکانه. برای همون سخن ما در اینجا به آخر میرسه. مسجد ها را باید ما و شما احترام بکنیم و کوشش کنیم که این چورابینی هایی که میگذرونه رحمانوف کو مردم از سرجم میکنه این هم را از بین ببریم، زیرا که بیماری زیاد شده در تاجیکستان هم هست. و دروغ میگن ما را به خبرای و به گفته و باید باور نکنیم. هر وقتی که شما همی باید مردم ما و شما یک گپ نیست، اگر نه بگه که هر وقتی که بازارها را بستی، جشناتون را منع کردی، انا وقت تا حق داری که مسجد ببندی. تنها مسجد برای حفظ سلامتی مردم بده. بازارها را که بعضیش دست نمیشود، در بازار در کارخانه دست در روز یک بار میشود نمیشود، یا که مکتب بوده در مسجد میره باید نماز، اگر نماز خوان باشی باید دست بشوی، رو بشوی، پا بشوی، بعد مسجد بدروی. خب در اینجا سخن به آخر میرسونم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا نگهبان. ان شاء الله با در تماسیم.